امروز ما یک گروه طبیبانی پیوندساز از مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان تصمیم گرفتیم که بازی را بین دکتران طبیبان پیوندساز و بیمارانی که پیوند گرده و جگر گذرانده شده است برگزار کنیم. مقصد یا اینکه گویم هدف از تشکیل کردن چنین بازی ها با حیات سالم برگرداندن بیمارانی که در حالت نهایت وزمین با ما آمدند و امروز ما با آنها پیوند گرده گذراندیم. همین می باشد. خب غیر از این نه فقط باید که او بیمارانی که ما با آنها حیات دوباره بخشیدیم و پیوند گذرانیدیم، آنها باید فقط در فکر دیگر موادهای داروها که امروز جمهوری تاجیکستان کوشش کردند که در این ساله همه موادهایی که بعد از جراحی پیوندسازی گذرانده می شود به آنها دسترس می رسانند. اینها باید که باز درباره سالمی حیات آینده خودشان، یعنی که آنها باید به حیات پیشینه خود برگردند. امروز شما می بینید که خب آنها با همراهی ما چخیل بازی را براه موندن. بعد این جراح خدا و شکر ناز الله رحمت بن خیلی دکتر ما کی مثلا منطقه کلینیک شدن از اون رحمت من بعد جراح خیلی خوبه. مثلا من اپراتسیا من یک سال یک ماه شد من خدا شد رحمت با ما آدمایی که ما را دستگیری کردن. یک این روز اومده هست که بعدی خونمود ورزش مشغول شده که ورزش‌های سبک رو در نظر خیلی خوب است. ما عمدن منت داریم که ما مثلا دکترامون کتی اومده کم طور ورزش دا مشغول نشیم. گرده رو از کی گرفتید؟ گرده رو از پدرم توفه کردن. گرده رو پدرم توفه کردن مثلا. مادر پدرم توفه کردن. خدا را شکر پدرم هم نغزن. این خودم هم نغز. از روزی که با من همین تشخیص خودم معلوم شد راستی گپ من در حیات خود یا نقطه گذاشتم خاطر که هنگام فهمیدم که بیماری مزمن گرده ها در من است. دکتر به من توصیه دادن که تنها یگانه رو برای نجات یافتن این پیوند ساختن گرده میباشد. بنابراین من سال 2013 ماه سپتامبر در شهر دوشنبه مرکزی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان پیوند گرده شدم. من امروز عین حال
фаъолият доранд. Шукр мекунем ва изҳори сипос ва миннатдории худро ба табибон ва духтурони ҳам марказ расонданиам. Бинобар ҳамин ба шахсоне ки ба чунин бемориҳо гирифторанд و آنها گفتنی‌ام که هیچ وقت رو افروزه نشوند چون که ساحه تندرستی رو به رشد است. باوری کامل دارم که همه بیماری‌ها در خود تاجیکستان عزیز تشخیص و تبابت کرده می‌شود.